محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و مهمانان گرامی قدر. البته با شما معلوم انشاءالله ما یکچند انشاءالله جمعه ها است. امروز سیوم جمعه می شود الحمدلله. یعنی ماهی مبارک شریف رمضان دا قرار داریم الحمدلله. شبها به طاعت، روز انشاءالله خدا خود به عبادت، به یعنی فرمان الله سبحانه و تعالی بجا آوردن الحمدلله. همه مو سعی و کوشش داریم. البته امید داریم الله سبحانه و تعالی چیکار کند. البته انشاءالله خدا خود در این دنیا هم پاداش مکافات و انشاءالله خدا خود در روز قیامت هم الله سبحانه و تعالی البته پاداش این عبادت را برای ما شما سزاوار میگردوند. البته انشاءالله خدا خود یک جمعه دیگر موند. الله سبحانه و تعالی مناسب بیند انشاءالله. و اینچنین در این هفته ما شما پیشوازگیری دهه خدا خود اتق من النار هستیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم همین ماه سه دهه تقسیمش کردن. اولها رحمت و اوسطها مغفره و آخرها اتق من النیران. یعنی دهه اولش رحمت، دهه دومش انشاءالله مغفرت. پگه خدا خواهد انشاءالله آخرون روز است الله سبحانه و تعالی البته گناه ما و شما را مغفرت میکند. در دهه اول انشاءالله کسانی که روزه داشت، کسانی که فرمان اللهش انشاءالله بجا آورد البته رحمت نسزاوار شد. و این دویمش انشاءالله دهه مغفرت. الله سبحانه و تعالی همه گناه شما را مغفرت کرد. به انشاءالله خدا خواهد کاملا به اعتقاد مستحکم که شما انشاءالله در این دهه از گناه خدا خواهد خالی هستین. و دهه آخرون اتق من النار، آزاد شدن از آتش دوزخ. الحمدلله الله سبحانه و تعالی کسانی که این دهه هم روزش می‌دارند، شب به قیام انشاءالله روز به طاعت و به عبادت می‌گذرونند، البته الله سبحانه و تعالی آتش دوزخ برای ما شما حرام می‌کند. چون که این ماه خدا خواهد ما شما 200 روز حاضر الحمدلله خدا خواهد روزه گرفتیم. این دهش گیریم 300 روز روزه میگیریم و خدا خواهد بعد روزه 6 روز اگر از ماه شوال کسی روزه گیرد 360 یک سال کاملا روزه داشتگی اجرش الله سبحانه و تعالی انشاءالله میتید. برای همین این دم خدا خواهد میانی کمر حمت بندین، میتونین یک روز بعدم گیرش، میتونین 6 روزه چی پای در پای هم گیره انشاءالله. خلاص کنم در درنی یک ماه شوال همین اگر 6 روز روزه گیره انشاءالله همون وعده الله خدا خواهد، وعده پیغمبر بزرگوار، بعضی علم هایی که هستن که یعنی یک سال کاملا روزه داشتن ثواب شه، البته انشاءالله خدا خواهد سزاوار نشین. خدا مناسب بیند انشاءالله. این دم هم غنیمت، این وقت هم غنیمت است. من انشاءالله این دهه با خوبترین که دهه هم اتق من النار هم چی دارد؟ شب قدر دارد الحمدلله. در این انشاءالله شب مخصوص الله یک شب قدر که یعنی نازل شدن قرآن است الحمدلله. در این شب قدر برای ما شما از خدا خواهد. این شب قدر روز سه شنبه گذری بیگاه چهارشنبه خدا خواهد برپا می شود انشاءالله. البته ما در مسجد این تشکیل میکنیم انشاءالله. الله سبحانه و تعالی اگر همون روز مناسب بیند البته شب چیکار میکنیم؟ این شب زنده میداریم به طاعت انشاءالله، به عبادت و این قیام شب برای خود لازم داریم انشاءالله. خدا خواهد منازی فضیلت شب برای شما انشاءالله قدر امکان از سوره های قرآن عظیم و شان و از آیت ها و از انشاءالله حدیث های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله خدا خواهد به شمع شما میرسانیم. الله سبحانه و تعالی در این شب مخصوص یک سوره قدر است نازل کرده است انشاءالله. خدا خواهد الله سبحانه و تعالی برای چی؟ امتای محمدی صلی الله علیه و سلم انشاءالله. خدا خواهد همین قرآنی که ما شما در دست داریم،
همین قرآن عزیزان من بالکل خدا خواهد همین شب قدر بالکل کاملا قرآن از لوح المحفوظ انشاءالله خدا خواهد با آسمانی اول انشاءالله خدا خواهد نازل شدگی است. بالکل انشاءالله خدا خواهد یعنی نازل شدگی است. بعد انشاءالله نازل شدنش در مدت 23 سال الحمدلله با پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم چی آیسته آیسته این قرآن چی شد نازل شد انشاءالله الحمدلله. این قرآن بچه کرد نازل شد الحمدلله. در دوام 23 سال قرآن کاملا مکمل کتاب شد برای که امتای محمدی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر ما و شما محمد صلی الله علیه و سلم فقط 23 سال دعوای پیغمبری کردگی است خلاص. رسول الله 63 سال عمر دیدن. 23 سالش از 40 سالگی تا 63 سالگیشون چی است دعوای پیغمبری است خلاص الحمدلله. لیکن محمد دعوا کرد انشاءالله امروز میلیون مخلص داره. اگر به تاریخ نظر اندازیم حضرت نوح علیه السلام 1125 سال عمر دیدگی است. امتاش 500 سال 700 سال 800 سال 900 سال عمر میدید. 950 سالش دعوای پیغمبری گذشتگی است. 950 سال حضرت نوح علیه السلام دعوای مثل پیغمبری ما و شما دعوای پیغمبری کرده. لیکن همگی 80 تا قوم دارد خلاص. 40 تا مرد و 40 تا زن ایمان آوردگی خلاص الحمدلله. امتای محمدی پیامبر اسلام 23 سال فقط دعوا کرد الحمدلله. امروز چی دارد میلیون امروز الحمدلله چی دارد مخلص دارد. امروز میلیون فنات دارد الحمدلله. برای محمد جان دادن را تیار هستند الحمدلله. پیامبری بود. برای چی میدونید سببش چیست؟ چون که در وی ها امر و معروف نبود. در ما چی امر و معروف است. الله سبحانه و تعالی ما و شما امر و معروف کردن مردم ها را فهموندن بیدار کردن چی کرد فرض کرد. خدا مدح میکنند ما و شما را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر و تؤمنون بالله. من از 124,000 زیاده میگه الله پیغمبر گذشتگی از امت ها دارد. من در بین همین امت ها شما را بهترین امت کردم که شما امر به معروف میکنه، آدم ها را راه خوب سفر بر میکنه، میگه نماز خون، عبادت که، طاعت که، از خدا ترس. و نهی منکر چی؟ شما آدم ها را اینجا میدونش اینجا ریگلوفکش میکنه. شما آدم ها را گفت از رای بد گفت چکا میکنه بر میگردونه. میبینی عرق خورده سمی میگویش، زنا کرده سمی میگویش، دزدی دارمی میگویش. از همین جهت ما از امتای پیشین فرق میکنیم. از همین جهت ما بهترین امت شدیم الحمدلله. و ایمانی با کی داریم؟ با الله سبحانه و تعالی داریم. از همین جهت روز قیامت برپا می شود عزیزان من 120 صف مردم ها می شدن. 120 صف از آدم تا خاتم محمد صلی الله علیه و سلم 120 صف می شود عزیزان من. 80 صفش امتای محمدی صلی الله علیه و سلم، 40 صفش امتای دیگه می شود خلاص. 80 صف. ما فخر کردیم که ما چنین پیغمبری بزرگوار داریم، چنین محمد داریم صلی الله علیه و سلم. برای این الحمدلله امتهای دیگر 40 صف باشد، ما 80 صفیم. لیکن درازش بجوز الله کسی نمیدونه که چقدر دراز است صفا، چقدر درازش نه که صف معلوم 120 صف محکمه سود الهی نمیخزیم یکا یک الحمدلله جواب میتیم. چی از شاه کشیده تا پسترین، چی از عالما کشیده همه جواب میتید. آن عمری که در این دنیا دادت خدا 50 سال است، 60 سال است، 80 است، 90 است، 100 است، انشاءالله جواب میتیم. ولی از اون محکمت است
از اون محکمه را به یاد بیار. این محکمه چی نیست؟ دنیا محکمش 50 تا ادوکات میداره، 50 تا اونجا هیچ کس دست به کار نمیآید بجز اگر الله غمت نخورد، بجز الله دستگیری نکند. محمد هم شفاعتت کرده نمیتوند تا اذن الله نشود. و یشفع میگه استعیذ بالله باذنی. هر روز آیت الکرسی میخونی. شفاعت خدا به اذن خدا میشه هم شفاعتم. یکی میگه محمد کسی را شفاعتگر است که او در جاده پیغمبر است. محمد کی شفاعت میکنه؟ کسی که گفته پیغمبر سنتاش کنه، سنتاش بجا بیاری، طبق سنتی و زندگی کنی انشاءالله. خدا خواهد حیات طبق اوی کن، خیست و شیشتت، خواه رفتنت، خوردنت، آشامیدنت، راه گشتنت، همش طبق سنتی باید محمد باشد. محمد چخیل افکار میخود دانست باید که دانیم ما شما. محمد چخیل خواب میرفت دانیم، چخیل راه میگرد، چخیل معامله میکرد، چی صحبت میکرد، هر یک تاش باید که ما شما 5 کره 5 دونیم. افسوس نمی‌حال محمد تولد چه نمیدونی، فوتبالیست میدونی، بکسیار میدونی، توپلاش میدونی، در بانک چند که لیکن پیغمبر در جا تولد شد، کی تولد شد، چند سال مردید نمیدونی. شرمندگی برای امتهای محمدی شرمنده باد که تاریخ پیغمبر ندونه، تاریخ قرآن ندونه انشاءالله. خدا خواهد چون برای چی نمیدونه؟ چون شما محبت نیست، شما عشق قرآن نیست، عشق محمدی نیست. بله شما فقط عمرت در خواب و غفلت، خوردن، آشامیدن، خواه رفتن عمرت گذرانده شده خلاص. یک کتاب بینم، یک مطالعه کنم، یک محمد تاریخ قوم نیست. خواب انشاءالله خدا خواهد پگه پرسیده میشوی از نام محمد اعلان کرده میشه روز قیامت محمد کیست؟ چی میگوی بعد؟ نشناسیش. اعلان کرده میشه در بحشرگاه نام محمدی جلو میزند در بازار قیامت. ولی آگاه باشین، حرکت کنین انشاءالله. خدا خواهد تاریخ خدا خواهد دین تو بدون. دعوا میکنی من مسلمانم، من از مسلمانی، از تاریخ دین ندونی، تاریخ قرآن، تاریخ پیغمبر تو ندونی. این شرمندگی از خلاص. الله سبحانه و تعالی در این دهه اتق من النار، آزاد شدن از دوزخ، پلوس شب مخصوص شب دارد، شب قدر. انشاءالله در این شب قدر انشاءالله خدا خواهد کسی که طاعت میکند، کسی که عبادت میکند 84 سال ثواب در نام اعمال نتیه. 84 ساله عبادت. سبب نازل شدن این خدا خواهد سوره من برای شما میگم. مفسرای کرام در تفسیرها آوردیان برای چی سوره نازل شد. سوره قدر در امتهای پیشین عابد شمعون گفته که یک عبادت کننده بود، غازی، غزات کننده ضد کفار. همین انسان 1000 سال خداوند عمرش داده گیه. میگن اصلیش چی بود؟ اصلیش میگن از پشم شتر یک دوبینکه بود. کافر یک تا میموند همون زهاد میمورد. کافرها هیچ علاش نیافتند چون که وی دوستی خدا بود. اگر الله انشاءالله خدا خواهد دوستت شود هیچ خدا خواهد آفت نمیرسد. نگهبانی تو باشد ذات جبار، نترس از هیچ کس زینهار زینهار. کسی را که نگهدارنده شد او نمیگردد خیانت یک تاری مو. انشاءالله تاری مو خیانت نمیشه اگر خدا مددت کنه انشاءالله خدا خواهد، خدا بندمت گوید انشاءالله خدا خواهد، خدا دوستت گیره. همین انسان عابد شمعون دوستی الله بود، نزدیک خدا بود. کافرها هرچند میکنن حرکت کنن که عابد شمعون به قتل رسونن نمیتونن. بعد زنش بسیار میکنن فریب کرده به دست میگیرن. ولی زنها بسیار در تاریخ فریب خورده هستند. تاریخ اکثر بزرگای خدا را حتی پیغمبرها را زنهاشو فروختگی هست. بعد میگن پولی بسیار میتیم، دنیا میتیم.
امروز استعلا کردیم دلار میتیم کیلوت میتیم همین یک کار که شوهر تا به قتل رسوندن در کار. عابد شمعون شب خواب میراد میگد زنش میخیزد بنده میگیرد و رسمان که محکم دست و پاش میبندد. یک محلی بهوش میآید میبیند که دست و پاش بستگی است. میگه زنک چی گپ است؟ برای چی کار اجرا کردی؟ میگه کنی من برای سنجش کردم که مبادا کافرات را دستگیر کنن و دست و پا تا بندن چی طور تو خلاص میشه. یک الله اکبر میگه نعره میزند بنده پاره پارشته میرود. خبر با کافرها سحر میرسونن میگه بستمش پاره پا زنجیرش میتین. میگه زنجیر اگه میگه زنجیر پیچ که شاید کنده نتونه. وقتی که زنجیر پیچ میکنن با عابد شمعون از خواب میخیزد که دستاش به زنجیر بستگی از پاش. میگه زنک چی گپ است؟ خیر میگه داخل کافرها به دست گیرند چیتر خلاص میشوی؟ با یک الله اکبر میگه زر میزند پاره پارشته میرود. بس سیره میگد ای میگه زنک میدونی تو من کدام وقت همین 4 تا میگه کوکلی دراز داشت موی دراز داشت اگر از همین موهام دست و پا ما بندن من دیگر کنده نمیتونم. خلاص کلام چیکار میکند؟ خرسان میشد میگه لیکن عجل در دستی ما است. سیره گفته میتید برای من که زن در هر حالت باری نکن. هر حالت زن وفاقی نمیکند. تاریخ اینه دادگی است. تاریخ بیان کردگی است که حضرت لوط هم بینیم پیغمبر بود زن استوکش بود. بیچاره مهمان خانش می اومد میبرد میفروخت جوان آمد به تجاوزش کنه. قوم لوط گفتگی بچه بازی سر شد. مردها که علاقه کردن سر کردن این گناهی بزرگ. هوشیار باش کدام جوانی که مرد به مرد علاقه میکنی حکمت قتل است. حکمت بالای میناره برای پرتافتن حکمت تکشتن نکن خلاص. یا زن بزن علاقه کردن سر کند این غضب خدا می آید بالای قوم جمع. همون قوم ها همی خشدن. بیچاره مهمان ها می اومد زنش می رفت کافر ها می گفت اومدن بچه های جوان اومدن بیا برای تجاوزش کنه. این چنین این تاریخ بیان میکند این زن ها را. من اینم زنم بود دیگه شب دیگر خواب می رود همون کاکلاش می برد و دست و پاش می بندد. عابد شمعون بیدار می شد هرچند زور می زند نمیتوند. کافرها را خبر می دید که شوهرم در قید انشاءالله بستن شد بیای به قتل رسونیش. کافرها جمع می زنن خانه عابد شمعون میخواهند که به قتل رسونن. عابد شمعون حرکت میکند زور می زند ناله میکند به الله سبحانه و تعالی. وحی الهی من میگه چی گپ است؟ جبرائیل هر روز دستگیر مؤمنا است که در ابراهیم خلیل هم اومده است. جبرائیل علیه السلام برادر ما و شما است الحمدلله. میگه چی گپ است؟ عابد شمعون میگه خداوندا 1000 سال عمرم دادی 1000 سال برای دینت خدمت کردم لیکن نمیخوام که در دست اینها یعنی فحشیانه من به قتل رسونن. همه میگه کافرات در این خانه درمدگی بود. عابد شمعون خوش در این ستون میزد یک باره میگه شیفتی خانه به حرکت درمد. همه خانه بالاش میگه بالای همون کافرها گشت همش به قتل رسید هلاک شدن. و با عابد شمعون چند وقت دیگر به الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت کرد. وقتی که این حکایت را جبرائیل امین به اصحاب کرام رسول الله خبر کرد در گریه شدن. گفتن یا پیغمبر این عابد شمعون 1000 ماه جنگ کرد 84 سال این قدر اجر گرفت تا شد ما عمرای 50 و 60 سال داریم چی ما اجر میگیریم نزد خدا؟ همین سوره میگه چی شد؟ نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها
فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. راست گفت خدای بزرگ. صدق الله العظیم. معنای صدق الله العظیم راست گفت خدای بزرگ می شود انشاءالله. و بعضی بی عقلا برموده است صدق الله صدقه می داده است. تو معنی عربی نفهمی، این خیلی احمقی از کجا میکنی؟ صدق الله صدقه لازم شد. روز چیه صدقه؟ این صدق الله العظیم راست گفت خدای بزرگ. یا که صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم میگیم راست گفت پیغمبری بزرگواری معنی دارد. صدقه گفتگی جاش نیست. بی عقل از کجا این چیزی فکر رو نمیآورد. توبه کردم. تو شروع کن انشاءالله خدا خواهد. دوملا باشه کتاب کن انشاءالله، گراماتیک عرب خوان. این هیچ جای صدقه گفتگی جاش نیست. راست گفت خدای بزرگ. خدا میگه انا انزلنا فی لیلة القدر. این که بدرستی ما نازل کردیم این قرآن در شب قدر. از جنی لوح المحفوظ آسمان اول چکار کردن این قرآن بالکل اومد و در دوام 23 سال با پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم وقتی که کافرها سوال و جواب میکردند یک سبب که این آیت چی شد؟ نازل شد. الحمدلله رسول الله در 23 سال قرآن کاملا چکار کردن؟ پرده کردن به دست صحابه ها انشاءالله سپاریدند. همه صحابه از یاد میکردن این قرآن. امروز غیرت نمونده است برای ما شما قرآن یاد کردن. وقتی که صحابه را یک آیت میخوند یا که سوره فاتحه را بالکل میخوند همان زهاد یاد میشد. همان چون که حفظ قوه ها چی بود؟ زیاد بود. سبب زیاد چی بود؟ تلفن باز نبود. ما حفظ امروز قوه مو تلفن بازه. یک عالم میگه که اگر انسان عمرشه که در بالای تلفن صرف میکند اگر قرآن صرف کند انشاءالله حافظ قرآن میشود. از قرآن قبل زمین کنی میکنی، قرآن دهشت میدونی، یکی بالای تلفن 2 ساعت و 5 ساعت میشینی. این دروغ باشد خیگو. اگر بالای قرآن میشیشتی انشاءالله حافظ قرآن میشینی. برای چی با نمیشینی بالای قرآن؟ چون که محبت نداری. همین زنم گیری محبت نداشته باشی وای حیات نیست وای. یا نمی کدام وقت زن که تی حیات شیرین میشه وقتی که عشق تا میمونی، محبت تا میمونی خدا خود به اصل میشه. یا نمی نباشه کسل میشه. امروز قرآن در محبتت نیست محبتت. یک عالم بزرگ گفتن اگر قرآن امروز در شپریس گیری گفتن شپریس، بعضی آدمان گفتن زنش ریاکسیا میتیه قرآن، چونکه تمامی قلبای ما شما زنگ پیچیده شد. حق قبول نمیکند، ناحق در را قبول میکنیم. ناحق همیشه غالب امروز، حالا اینکه حق غالب باشد بهتر. الله میگه سیز بالله و قل جاء الحق و زحق الباطل. اگر میگه حق آید با حق باطل میشد. لیکن امروز چی؟ امروز حق هیچ کس قبول ندارد. از حق همه گریزان است. از قرآن امروز گریزان هستی. بام بنده امروز تیاری که عمرت میبرد، چشمت خیره دارد، بدنت تمامی وجود ویروس ها در دست تلفن. نکی میشین نکی قرآن چی؟ استعیذ بالله و ننزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. میگه خدا ما قرآن شفا نازل کردیم بالای مؤمنان. و تو نه خدا خود میکروب نمیپرتاید در قلبت، در چشم میکروب نمیپرتاید. حتی میگه آدمی اگر چشم خیره قرآن تلاوت کند چشمش روشن بشیده است. گشت میگه چشمای من روشن از حرفهای قرآن. هر آیتش بخوانی انسانیت بدانی، در شبه نمانی از گفته های قرآن. قرآن بالکل خدا خواهد سعادته. قرآن تروریست نیست. قرآن انسانی کامل میسازه خدا خواهد.
چنان انسان نشی که خدا خواهد مخلوقی پسترین مرچه عادی ترین شای مشرب میگد گرزی دستت بیاید مرچه را آزار نده. ولی انسان همون تو خدا خواهد مرچه که مخلوقاته که در نظر ما شما هیچی نیست نیکی نزدی الله بلند میستد. چنان قرآن میسازد. حضرت داود علیه السلام در حجره مبارک شیشتگی بود. یک کیرمه که سرخه کدید که ماید یک بالای خاک نگیلتی هست ای پهله میگرده ای پهله میگرده. سوال داد هی گفت خدای اینو چی نافرده شد چی در کار باشه همی کیرم بیچاره امالی چه در داخل در رفته است او چه حرکت داره. خدای تعالی کیرمه میگه ایزن داد میگه قل بیزن الله و ایزی من گفت گفزن گفت داود کتی صحبت که گفت ای داود گفت تو من پسترین حساب داری میدانی من در یک روز 1000 مرتبه کلمه توحید میخونم 1000 مرتبه شب تا سحر محمد صلی الله علیه و سلم صلوات میگم. تو ما بیکار خدا نافرده تو چی جیفت سته. حضرت داود توبه کرد میگه اگر یگان وظیفه داشته باشی بوده با من یک قسمی محوید صرف میکنم. یکی در فکری ما و شما اون حیوان و چمچک و گل که پرنده اون ما رو کردم نادرکاره نه و درکاره نه و همش به ذکر الله هستن همش به یاد الله هستن. ما غافلم که نمازی پیشین میده و بعد چلب شیخ تارت میکنم یک 3 منوت پیش خدا یک الله میگیم و ها شب و روز میگن سبح لله. تفسیرش نمیگه که سبح لله فقط انسان نه تمام موجودات دنیا هر گیاهی که از زمین میروید وحده لا شریک له میگوید هر گیاه سبحان الله الحمدلله سر میبرداره. خیال نکن خودت فقط ذاکر هستی خلاص و دیگر هم خاموش نه. ما خاموشم ذاکر و یا هستن که همه موجودات دنیا از ترس خدا ذکر میکنن سبحان الله میگن. با که یک 5 وقت نماز نه 1 ساعت عبادت میکنی خلاص 1 ساعت همینم با چقدر ناز و کرشمه با چقدر لاغری لیکن الله باز به افضلش کرده. ببینین خدا میگه ما این قرآن نازل کردیم. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. این شب است که میگه بهتر است از 1000 ماه. از اما عابد شمول 1000 ماه جنگ کردگیش یک شب برای خدا زنده داشتگی این بهتره. یکم نمیداری نمیخوای که جاگه گرمی زن جدا شوی لیکن برای مخلوق جدا میشوی. اگر جورت توی کند 1 سوت که 2 ساعت خواه نرفته مرده و کسک میشیدی. مخلوق خفه نشافته لیکن خالق چی؟ شما برای خالق 1 شب زنده داری نمیکنی؟ پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم دهه آخری اتقم من النار بالکل زنده می داشت. بالکل خواب نمی رفت 10 روز. حتی میگه عایشه مادرمو جاگه خوابش هم میگه من نکرد رسول الله. همون 10 روز اعلان میکرد یگان زن نزدیکی نمیکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقط تا روز چی میکرد تا ما 1 شب کنیم 1 شب انشاءالله خدا خواهد 1 شب برای الله شینیم برای رضای خدا انشاءالله 1 شب سبحان الله گیم 1 شب الحمدلله گیم 1000 ماه ثواب میتید الله سبحانه و تعالی. حتی بین تنزل الملائکه و الروح فیها باذنی. تمام فرشتهای آسمون میکوچند بچه راهبری جبرائیل کتی. هم شب قدشات جبرائیل میگه که ارحلوا یا معشر الملائکه میگفت است ای فرشته همه کوچه روی زمین. امشب شب قدر است. تمام خاندانی ما و شما سلام کرده میبومدیم فرشته دروازه کات هویمون آیلت گو زن تگو بچه تگو خدا خد دخترات تگو پدیا میشنیم شو منتظر چی؟ رحمت الهی شوند. در روایت میگه که خداوند همون شب مخصوص یک نور عطا میکرده است. نور مخصوص این نور تمام دنیا را تقسیم کرده میبومدیم. حتی از نور میگه زیاد نشده است بعد ولدهای بچه های کافران هم تقسیم میکردن.
همون کافر بچه زمان میشته است که یک سبب که اسلام در سزا شده از دنیا به ایمان میرفت است. انا شب، انا قدر شب، این شب منزلت شبی، این شب درجه شبی. تا دمیدن صبح میگه حتی تطلع الفجر، تا دمیدن فجر صبح تمام فرشته موت شما را زیارت کرده میبره. واقعا یک شبک 2 رکعت نماز دارد خلاص برادر اهل اسلام. 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز نفل میخونی. یاد کردم بگذارم 2 رکعت نماز نفل. اسی همین نماز سوره فاتحه خونم فتیم، بعد 7 مراتبه سوره اخلاص قل هو الله احد 7 مراتبه. بعد خدا خواهد انشاءالله استغفار. این شب دعاش میدونین اللهم انت عفو کریم تحب العفو واعف عنا. تا سر خدا خودم بخون. ای پاک و پروردگارا تحب العفو، خودت عفو کردن دوست می‌داری، ما گناهگار گناهم را بخشیدن دوست می‌داری. انت عفو، تو عفو کننده هستی. تحب العفو، عفو کردن هم ناز می‌بینی. فاعف عنا، ما را مغفرت کن. کی در دنیا بیگناه گو؟ کی بیگناه دنیا ده؟ ها یکان تا فرشته رویدگی امروز تا سین 7 سالگی فرشته هستی. 7 نکه دور مدی فرمان الهی سر می شود. چون که از 7 سالگی نمازه مر سیبیانکم اذا بلغ سبزم. پیغمبر بچه هاتون امر کنه دختراتون 7 سالگی شدن. از 7 ساله وجه دلت سر می شود، دلت میکشاین. فرشته ها دله جنایتی دله ثوابت میکشاین. این کرام الکاتبین یاد نبرار. ولی تا ای کامل دنیا میترسی. ولی پیش ما بعضی با شکایت میاد میگه دوملو با کامera کو کلیشت نیست. من ای کامera نترس، کامera الهی ترس. نه تا کامera در کتفکو تا هیچ کس نبینم. اینونه که تو را میبینن کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون. یاد نبرو این راستنگیش ثواب و چپنگیش گناه نیسته میروه. پگه دل جنایتی می ثوابیه میگیری در دست تقدیمات پیش الله میروی. این دل را برای سفید کردن در این دنیا چکار کردن کار؟ طاعت عبادت کردن در کار کردن. چون روز 20 سال گم که 30 سال و 40 سال و 50 سال گناه کردی میکن پیچت چکا کن ثواب زیاد کن خدا خواهد انشاءالله. کاری خوب زیاد کن، دل را سفید کن. چون که دل 3 نمود داده میشه روز قیامت. من خدا خواهد نامه اعمال یک جمعه برای شما صحبت میکنم. موضوع خدا خواهد کلان است. 3 نمود. بعضی ها را دست راست میتین دلتا، بعضی ها از دست چپش میتین، بعضی ها را از پیشش میتین. قفس سینه دست تقیده میگیری. بسیار اگر کافر باشی، بسیار مخاو باشی، گناهگار باشی، از پیشت میگیری. 3 نمود نامد. ای دست راست گرفتی خدا خواهد غلبه در پیشه. دستی چپ و عقب گرفتی عذاب در پیشه گمان کن. نیکی همین دم منو خودت ثواب گاره من نبرار، منو تو سبب گاره. چونکه خدا ما شما 50 سال عمر داد. ماند پیغمبر فرسوند، ماند کتاب فرسوند، ماند عالمان را فرسوند. میگفتند که ای کار نکه که پگه جزا میگرفته بشی. نیکی خودت نمیکنی. خودت عرضه خدا خواهد نجات یافتنی روز قیامت نداری. محکمه سودین خدا خواهد بدله سفید رفتن، روی سفید رفتن آدم ها 2 رو میخیزن. رو سفید و رو سیاه. صالح ها روش سب سفید، گناهگار ها روش سب سیاه. از اون روز انشاءالله خدا خواهد تست. این شب زنده داری انشاءالله خدا خواهد. 2 رکعت نماز خون، بعد از وقت تسبیح گو، بعد از وقت قرآن خونین، بعد از وقت انشاءالله صلوات گو با محمد صلی الله علیه و سلم. خودش ترابی میخونم انشاءالله. من ساعت 11 و نیم شده از قریب. ساعت 2 3 چیکار میکنیم؟ میخیزیم اوسری خیری. چند ساعت زنده میداریم؟ حسابش کن. 3 ساعت زنده میداری خلاص. 3 ساعت نه 84 سال طاعت عبادت خدا دو دسته. 84 سال این هزینه نیستین. آیا ما 84 سال عمر میبریم؟ این نه، اینا فقط الله میدونه. یا میگن شما گارانتی هست که 84 سال عمر ببینی؟ نه ترسیده قشنگی نیست. امروز ای سحره مرد در رقیب ما و شما یاد نبراریم.
سال گذشته چندین جوانا، چندین موسیقیدای عزیز بود، ما قطعی ترابی خوندیم. امسال نیمش نیست. کجا رفتند؟ دمگیری؟ خانه قبر رفتند. ما هم امروز سحر است در سفریم. گفتی شاعر عرب الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. ای بنده خدا آگاه باش که مردن ناگاه می آید. پریجدت نمیکنه. پریجدت هر روز کرده سادید. هر روز آگاهی داده ساده ما. شیارشا و مرد رکیفته شیارشا. اینقدر محمد علیه السلام قرآن گفته برفت، عالما گفته برفت، تا امروز میگنود شیارشا. امروز 18 ساله مرده است، 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله. من شما هم نمیم در عقیب پایسته استاده، پسلت شتیر کردگیه. همون وقتی فرمان خدا گفت دنگ میندازد. تمام. زیدم هوشیار شو که دم همین است، زیدم موندی یقین جایت زمین است. الروی بالک نشته پایسته، صاحب دم است، یعنی دمت نبرمه. تمام. یک متری که ودده جو میشه. از متاع دنیا بس است ای امین، 9 گز کرباس و 3 گز زمین. ولی میلیاردرها میبینه که همه جا کچون دست است. من رسیه میخرم، فلان جانم میگیرم، من فلان میکنم. گفتی شیخ سعدی ای خواجه از این جهان چرا بیخبری؟ روزان و شبان در طلب سی مزدری. سرمایه تو از این جهان 1 گز کفن است، آن هم به گمان است بری یا نبری. و هم الله میدونه میبری می نمیبریش. ممکن در تی آمه مونه در سوالیات نکفه گجان نمیمونیم. این مردن مونه سوره لقمان خودمه که فی ای ارض تموت، کدام زمین در چی حالت میمری نمیدونی بنده. این سیرست. این جامعه جمعم، این پیش فرزندکاتم، این پیش اهل و جمعیتم بخت است. من میشوار میدانم 10-7-8 بچه ها رسیان گم شده برفت بطه گفتم روش، حتی که نیزوست نه ادرسش نیست. هوا هم آرزو داشت. برای من هوشیار شیم، وقت غنیمت دونیم. این شبها را انشاءالله خدا خواهد به طاعت به عبادت انشاءالله گذرونیم. عائله شینه خدا خواهد انشاءالله، خانهاتون نشینین، یک افقات تشکیل کنین خدا خواهد، زنود کتی، دخترکات، کودکات کتی انشاءالله خدا خواهد شین رحمت الهی. چون که رحمت الهی میباره همون شب، رحمت الهی به سر ما و شما می آید. من شاعر چی میگد؟ شبی قدر است که نور از آسمان به آسمان خیزد، صدای مرحبا از رگی رگی جهان خیزد. همین میگه شب قدر میگد نوری خدا میگه تمامی میخیزد روی دنیا ده، تمام دنیا را فرا میگیرد. شبی قرآن، شبی ایمان، شبی راز است. امشب شبی رازی به خدا است، لینیا آزاد است. خدا خواهد که یک گریه کن، جای نمازه که پرتا خدا خواهد انشاءالله درکش شکرانه گناهت کن، خطاهات کن، راز به الله گو. خداوندا گفت تو امروز زنا کردم، عرق خوردم، دزدی کردم، قمار بازی کردم، فال بینی کردم، امروز توبه کردم، پشیمانم. خدا جان این دنیا را شرمندم نکردی. بین انجینری انسان الله های ایاد نبرور. یکی دنیا را یک بارت پیشونیت شرمندت نمیکنه. میتونه خدا در پیشونیت زناگر نیست، عرق خور نیست، دوز نیست، قمار باز. یکی چی ای؟ ستار العیوب، یک صفت داره، گناهکات ستر داره. پیشکش خدا گیری یک شب گفت که خداوندا چی کردم که بس کردم شرمندم نکنم. این دنیا نم و آخرت قالی شرمنده شد. این دنیا نم نکنم آخرت نکنم. گو رو به خدا بیار انشاءالله الله میبخشد. شریعت 4 نخاد دارد، نه 4 نخاد دارد. 4 نخادش توبه. هر یک میگه لکل داین، هر یک درد میگه دوا دارد، الا دوای گناه میگه توبه است. من توبه، کسی که میگه توبه میکنه کمن لازم بله، حدیث صحیح امام بخاری است. کسی که میگه توبه میکنه گویا که گناه نیست. معنای توبه که دیگر نگرد، دیگر همون سری گناه نره، همون سری زنا نره، همون عرق نره، همون فال بینی نره، همون قمار بازی نره، همون دزدی نره. ان شاء الله الله میبخشد. همچنان خدا داریم با یک استغفار
100 ساله گناهت میبخشه، 50 ساله گناهت میبخشه. همیشه خیز انشاءالله به خدا راز گو. وقتم شده است عزیزان من، انشاءالله با این شبهای خداخواه معویزه هند تکرارا میچیم. خداخواه تا روزی گذشته خداخواه شب قدر باز اعلام میدیم. شب قدر روز سه شنبه انشاءالله خداخواه، روز سه شنبه به گوی گذری چهارشنبه شب قدر است. برای چی 27 گفتیم؟ یکی شب قدر در درون خداخواه 10 روز پناه کردگی است. لیکن اگه عالما برای یک رمز انسان را یک نقطه جمع کردن، همین شب خداخواه چی گفتیم؟ انشاءالله شب معتبر گفتیم. چون که قرآن هم 3 بار لیلة القدر اومده است. حسابش کنین 9 حرفی است، 9 حرفی جمعش کنین 27 میشه گفتیم عالما. چندون پهلوها که گردوندگیش هستند. شیخ محمد صادق هم کتابش مطالعه کردم، چندین پهلو آوردیان، گفتن همین شب باید، شاید که همین شب باشد. چون که ما از زمین که چندین سال است الحمدلله همین شب چیکار میکنیم؟ اهل خداخواه ازبکستان زمینم تمام بلکه دنیا همین شب همچون شب مقدس، شب خداخواه با کامل انشاءالله ایمانی کامل که دیگه همین شب قدر است. انشاءالله خداخواد الله همون اجر میتید اگر زنده داری. اگر همون شب با طاعت عبادت چیکار کنی؟ عمر تخص کنی. نه با اگر تلفن بازی کنی، اگر هم شب بدی خوبتن تلفنت ذکری که پرتا گمش کن، بعد بشینی و بس یک بار درمده بعد خداخواد دختره کو تماشا کن. با تلفن بعد بجخ. وای محبت نیست. وای محبت خدا میگه پیغمبر بزرگ محمد صلی الله علیه و آله که ان تعبد الله کانک تراه و این لکم تراه فانه یراک. میگه چنان خدا را عبادت که گویا خدا را میبینی. تنقید استادیم بالا جای نماز. این معراج مؤمنه، المصلی معراج المؤمنی. معراج بالاش که برمدی فقط خدا که تی رو پارو میزنی. اگر میگه خواهی که با خدا گپ زنی نماز خون. خوش در تلفن نشه با دردمگرد مونده جورم تلفن میکنه و گفته عموما خیالت جمع کرد غرونش تا سر کوب کی که تلفن کنن نمیمرن تلفن کنن. من ما وقتای نماز من جمعه 2 ساعت پیش میکشمش. چی در که در کار باشم میآید. من به خاطر جمع عبادت میکنم. من پیش الله میستم حرص میکنم. شما هم همچنان. اگر میگه خدا را تو نبینی خدا تو را میبیند. تصور که من پیش کی استادم؟ امروز پیش پراکرار بسی اگر حتی خشلو میسی پینکت نه زنت به عادت میزنه، نه دخترت، نه بچت، نه مالت. یا نمی با چقدر گوش میکنی. لیکن پیش الله میسی چی؟ میگه در وقتی تعام میگه پهلوانی، وقتی عبادت میسی زنانی. بعد بالا جا به خیازه میکنی دهنت کوشک کرد بزور یک نه با محبت به پیش الله. چون که ما پیش کیا استادیم؟ آفریدگار که ما را از یک قطره آب حرام انسان کرده الله پیش نمیسی. چنان هم شب عبادت که انشاءالله خدا خواهد شب با قرائت گذرون با تلفن نه با خونت بشید با تلویزیون همون فوتبال تماشا کن. چی بوده که این شب شینی نیستین؟ شب خالص برای الله میشینی. الله که فقط میگه من از همه کاری دنیا فارغ شدم خداوندا، همین شب یک خالص خدمتی ختم میکنم. همش میکشی میپرتای فقط بچی ذکری الله میشه. باور که قلب در جنبش میآید، قلب در نرزد توف درد کو. اگر مهر الهی در قلب جا شود زنک واری گریه نکنی توف درد کو داد میگویی. چنان تاثیرات داره عزیزان من. این شبها زنده داشتنش خدا خواهد انشاءالله، شبها را زنده داشتنش این انشاءالله دیگه چه این روز دیگه. حتی خدا گفته که اقل روز نمیایی شب یک بارک نمیایی پیشی من بندم. من منتظر تو هستم ساعت 2 خدا آسمون دنیا میفراید. حدیث قدسی است آسمون دنیا میفراید 3 ندا میزنه. کی است کی؟ حاجتمندا کی است؟ خیس قرضدار باشی پیش خدا خیر. در سر مصیبت قطیم پیش الله خیس. فقط یگانه الله هی نجات یده. این بنده با 3 سبود میته سر تنت میکنه. من نگاه آدمش کردم پلی من کتی میگه باشید لیکن الله تنت نمیکنه. یک بار میلیون رزق داده سه میلیون داده یک بارک در پیشونی نمی نیسه که
و بدونیم چنان خدا داریم. مهربانتر عزیزتر در دنیا بجز الله کسی نیست. مهربان انشاءالله خدا خواهد. خدا گفتم قند خوردم، دنیا گفتم فن خوردم. میگه بزرگای اسلام خدا گفت قند خوردن میگی، آش خوردن میگی، گوشت خوردن میگی. دنیا چی؟ دنیا روز همه را به هلاکت رسونده است. من امروز چندی بچه ها را کشته سعودیه، دانش میدونه پلش گرفته همه با جورش میکشش. نه دنیا یا نمی حقیقت این میامده پل زایچه شده قفات 10 تا آدم میگلته. نه زده و بیرک که پلش گرفتن نکن. میگه نه که الله چی؟ نه پلت نکرد داره، نه دنیات، نه مالت، نه زنت. نه ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. بی خدا میگه خدا مالت نگاه نمیکنه، زنت نگاه نمیکنه، دخترت نگاه نمیکنه، هیچ نگاه نمیکنه، لیکن قلبت نگاه میکنه، عملت نگاه میکنه. دیگه خدا نه هیچی در کار نیست. دینا خدا داره. نه که امروز جوره چی؟ زنت نگاه میکنه، دخترت نگاه میکنه، مالت نگاه میکنه. ماشین تا یک مده شیره داریم همه میچسب زن بروری. پگه که هم شیره که فرمدی همه با تعنت میکنه، یه فلان بود هر اون خود بدیم بود. این دنیا همین است. ولی من همه از الله انشاءالله امید کرده. انشاءالله خدا قد رو به طاعت بیاریم، رو به عبادت بیاریم. یا خواهر فرزند طلب بودین، دعا کنین خدا فرزندی عمری دراز نصیب شو گردن. یا خواهر فرزند طلب بودین، البته انشاءالله خدا خواهد فرزند میوه انسان است. البته باقی موندن ما و شما دنیا با فرزند الحمدلله. این خواهر امروز اجابت دعا هست. هر یک دقیقه روزگی را دعات اجابت است. انشاءالله از تحت دل دعا کنیم همین انشاءالله خواهرمونه الله سبحانه و تعالی خودش وعده کرده است ما هستیم برای شما فرزندی پسر یا دختر. خداوندم حرمت همین آیت کریمت همین خواهر در این دهه مغفرت گناهش اولا مغفرت کن، زن و شوهر گناهش بخش الله. دوم خودت گفتی که ربی حبلی بلدونک ذریه طیبه، دعا کنه گفتی که از نزد من فرزندای صالح دیم. خداوندا همین خواهرمونم اولا توفیق طاعت عبادت عطاش کن، بعد از آن یک جوان پسر یا یک جوان دختر خداوند مناسبش که سال دیگر همین ماه رمضان انشاءالله خدا خواهد خرسند چهره یک شاده گشتنش الله الهان نصیبش بگرداند.